لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ و از چیزهایی که بهشان داده ایم پنهان و آشکار بذل و بخشش می نمایند. این گونه خداوند متعال بنده هایش را وصف کرده. صدقه هایی می دادند که اجرش بعد از مرگشان باقی می ماندند و به آنها می رسید. وقف یکی از شعائر اسلام است و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن را توصیه می کردند که همه طوری وقف کنند که بعد از وفاتشان برایشان باقی بماند. و علیه السلام خودش وقف کرد، عمر وقف کرد، ابوبکر وقف کرد، انس نیز وقف کرد، ابو هریره، عثمان و عبدالرحمن ابن عوف هم وقف کردند. و هیچ کدام از صحابه که خداوند از آنها راضی باشد نیستند که قبل از مرگشان وقفی نکرده باشند. قبل مرگشان یا مسجدی ساختند، یا قرآنی به ارث گذاشتند، یا جوی آبی را روان کردند، یا نخلی را کاشتند، یا به هر نوعی وقفی کردند تا اجرشان حتی بعد از مرگشان ماندگار باشد. و از عجیبترین چیزها که مسلمانان در وقف به آن اهمیت می‌دادند، به غیر از مسجدها و به غیر از نوشتن کتاب قرآن و نظیر آن، عجیبترینشان آن چیزی بود که ابن بطوطه گفت. ابن بطوطه میگوید رفتم به دمشق و دیدم مردمانشان به کارهای خیر اهمیت میدهند. ابن بطوطه جهانگرد بود. میگوید دیدم مردمانشان به کارهای خیر اهمیت میدهند. میگوید یکی از وقفهای عجیبی که آنجا دیدم وقف مخصوص برای سینی‌های شکسته بود که به آن صحن میگویند، که امروزه هم اسمش به صحن یا بشقاب معروفه. میگوید اگر بشقاب در دست غلامی سهواً شکست، یعنی اگر او را فرستادند، غلام خادم را، اگر سیدش را بفرستد که شیر یا کره یا چیز دیگه‌ای بخرد، سپس وقتی که در حال برگشتن از سهواً بشقاب بیفتد و بشکند، و چون اگر بازگردد پیش سیدش، شاید او را بزند که چرا بشقاب را میشکنی، و یا شاید تنبیهش کند، برای اینکه ترسش آرام بشود و وحشتش بریزد، شخصی بود که خدا خیرش بدهد وقفی برای این گذاشته بود. مثلا مجموعه‌ای از نخل‌ها که ثمرش را می‌فروخت و پولش را جمع می‌کرد، یا اینکه دکانی اجاره می‌داد و پولش را جمع می‌کرد، به هر حال وقفی گذاشته بود که یک درآمد مالی ماهیانه یا سالیانه داشت و در نتیجه هر موقع زمان آن وقف می‌آمد، هزینه‌اش موجود بود و اگر بشقابی می شکست، مثل آن بشقاب پیشخدمت کوچک یا آن غلامی که امانتی که با او بود می شکست، آن ظرفی که با او هست بشکند، آن را جمع می کند و پیش صاحب این وقف می برد و می گوید من بنده ضعیف و بیچاره و خادم هستم و سیدم با من به شدت رفتار می کند و به خدا اگر بداند که این ظرف را شکستم عصبانی می شود و من را می زند. کمکم کنید. سپس آن تیکه های شکسته را می دهد که ثابت کند که واقعاً ظرف شکسته و سپس آن مرد به او یک بشقاب دیگری می‌دهد یا اینکه پول آن را می‌دهد تا خادم به جایش ظرف دیگری بخرد. این مرد وقفی را گذاشت مخصوص این امر و کسانی هستند که وقفی گذاشتند برای مسافران در راه. شخصی تعدادی پالتو خریده بود که از کرک شتر ساخته میشد و در سرما آن را می‌پوشند. او آنها را برای مردمی که در سرما سفر می‌کنند در مسجدی بین راه گذاشت. حال اگر مسافر می‌خواست در سرمای شدید در مسجد بخوابد یا اینکه نماز بخواند یا قرآن بخواند، آن پالتو را می‌پوشید و گرم می‌شد تا اینکه تلاوت یا نمازش را تمام کند. سپس از تن در می‌آورد و آویزانش می‌کرد و می‌رفت. این فرا سالها باقی می‌ماند. یعنی الان تو ممکن است یک لباس برای سرما بخری و 5 تا 10 سال برایت کار بکند و شاید هم بیشتر، مثلا اگر جنسش خوب باشد و کسی باشد که مواظب آن باشد. لباست سالها برایت خواهد ماند که با هر بار داخل شدن مسلمانی که از سرما می‌لرزد و این لباس را می‌بیند که آویزان است و خودش را با آن گرم می‌کند،
آن مرد چه ثوابی میگیرد؟ الله اکبر. اگر نبی اکرم علیه السلام میگفت 3 عمل نزد خداوند متعال محبوب ترین هستند. اول از همه این که برادر مسلمانت را خوشحال کنی، دومی که دینش را پرداخت کنی و سومی که به او غذا بدهی. که غذا دادن یک مسلمان گشنه با یک تکه نان هم ثواب دارد. پس این که در آن سرمای شدید برای او گرما را فراهم کنی یا چیزی شبیه آن هم ثواب دارد. این هم نوعی از وقف‌های عجیبی است که مسلمانان می‌گذاشتند. نمونه‌هایی از وقف‌هایی است که نزد مسلمانان است. مثلا ولید ابن عبدالملک در قرن یکم وقف مخصوصی گذاشت برای مرض جذام. مرض جذام یعنی نوعی از مریضی جسمی است که بعضی می‌گرفتند و مردم از ترس آنکه به آنها منتقل بشود می‌ترسیدند و به آنها نزدیک نمی‌شدند. او آمد و برای آنها وقف گذاشت. پولی را می‌داد که با آن معالجه می‌شدند. محل سکونت فراهم می‌کرد، غذا فراهم می‌کرد. برای اینکه کسی به آن مریض کار نمی‌داد، چون این مریضی را دارد و مردم از واگیری می‌ترسند. برای همین برایشان غذا و لباس فراهم می‌کرد و آنها را کاملاً تحت پوشش امور اجتماعی قرار می‌داد. شؤون اجتماعی به او اهمیت می‌دهد. وقف‌هایی هستند مخصوص سگ‌های خیابانی و گربه‌ها که برای آنها غذا فراهم می‌کردند. و من روزی از مسجد سلطان محمد فاتح در استانبول آمدم بیرون و دیدم واقعاً ظرفی از پلاستیک هستش که در آن آب گذاشتند و بالای آن نوشته شده که این آب مخصوص سگ‌های خیابانی و برای گربه هاست و برای اینکه دیگران از آن ننوشند روی آن عکس گربه و سگ کشیدند. این یعنی صدقه دادن که کسی می آید و آب را می گذارد. این یعنی صدقه دادن. همانطور که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می گوید وقتی که قصه خانمی را ذکر کردند که در راه می رفت و تشنه شد و به چاهی رسید و از آن چاه پایین رفت و بالا آمد، چون سطل نبود برای همین مجبور شد که توی چاه برود و وقتی که برگشت بالا از لباسهایش که خیس شده بود آب بر روی زمین چکه می کرد و توپهایی درست شد از گل. سگی در آنجا بود که دور آن چاه می چرخید و آرزو می کرد که آب بخورد و چون نمی توانست شروع کرد به خوردن گلها. سپس گفت این سگ هم مثل من تشنه است. پس یک بار دیگر پایین رفت و کفشش را پر از آب کرد و با دندانش آن را گرفت و بالا آمد و به آن سگ داد. این زن یکی از زنان بدکاره بنی اسرائیل بود و خدای تعالی در حالی که آن کار را می کرد به او نگاه می کرد. پس خداوند متعال او را بخشید. اینها نمونه‌هایی از اوقافی بودند که مسلمانان روا داشتند. وقف محل سکونت برای زنان بیوه، برای مطلقه ها، وقف برای ابناء السبیل، وقف‌های متفاوتی برای مریضان و وقف‌های دیگر. اگر آدم وقفی بگذارد، اگر الان فردی بخواد وقفی انجام دهد، یعنی اگر فهمیدی که خواهی مرد و اینکه مرگ به تو هجوم می آورد، بدون آنکه از تو اجازه‌ای بگیرد، خیلی خب باید تو وقفی بگذاری که حتی بعد از مرگت اجرش برایت مستمر باشد. حال چطور آدم میتواند با این وقف حتی بعد از مرگش اجر و ثواب داشته باشد؟ وقف یعنی حبس کردن اصل مال و قرار دادن منفعتش در راه خدا. یعنی مثلا فردی که یک ساختمان دارد، مثلا فرض کنیم قیمتش 1 میلیون است، یا مثلا 2 میلیون، یا کمتر یا بیشتر، یا اینکه یک دکان یا حتی یک آپارتمان داشته باشد که می شود اجارهش بدهد، یا اینکه مزرعه‌ای دارد و تولید می کند. این دکان مثلا سالیانه 10,000 تومان تولید می کند. حال وصیت می کند، یعنی این دکان را در راه رضای خداوند متعال وقف می کند. آنچه که از این دکان به دست می آید، مثلا برای علاج کسانی که مریضی نارسایی کلیه دارند، یا برای علاج مریض‌های سرطانی، یا کمک به دانش آموزان نمونه‌ای که به خاطر فقر ترک تحصیل کردند و توان پرداخت شهریه را ندارند صرف می‌شود، یا مثلا در کمک به جوانانی که می‌خواهند ازدواج کنند. پس حد توانش را مشخص کرد و سپس فوت کرد، اما مسئولین وقف را ادامه دادند، مثلا به ازدواج دادن جوانان، به معالجه کردن کودکان، یا اینکه آن جوان پزشکی بخواند یا ریاضی یا چیز دیگری، چون با اینکه باهوش است و خوب است اما فقیر است و نمیتواند به دانشگاه شهریه پرداخت کند. حالا برایش پرداخت کردند و فارغ التحصیل شد و به مردم نفرستند. اجرش برای آن کسی است که در قبر است. این یعنی وقف. حالا میگوید مثلا این دکان یا این آپارتمان یا این عمارت یا هر چیزی که تولید میکند، حتی اگر مقدار خیلی کمی باشد، درآمدش چه منقول باشد چه غیر منقول،
باید برای فلان چیز یا فلان کار صرف شود. برای وقف شرط گذاشتند. یعنی اگر بخواهد بعد از مرگش وقف کند و اگر بگوید این بعد از مرگم وقف است، نباید بیشتر از 1/3 کل مالش باشد. و شرط دیگری که گذاشتن در وقف باید تصریح کند، یعنی بنویسد که بسم الله الرحمن الرحیم، من فلانی هستم و در کمال قوای عقلانی هستم و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدن رسول الله و وصیت می‌کنم که فلان دکان یا فلان آپارتمانم که در فلان جا هست، مثلا با مدارک رسمی آن که در کوچه فلان و در خیابان فلان است با شماره فلان، باید آن را دقیق معلوم کند. نگوید من یکی از خانه‌هایم را در راه خدا وقف می‌کنم. دقیقاً کدام خانه؟ باید معین کند. باید بگوید من می‌خواهم این چیز وقف باشد در راه خداوند متعال و در موارد 1 و 2 و 3 و 4 صرف شود و برای آن مسئولی گمارده شود. یعنی اگر مثلا فرزندان صالح بودند، بگوید که فرزندانم مسئول هستند، یعنی کسانی هستند که مورد مناسب را انتخاب می‌کنند. یا از آن کسی که طلب معالجه کرده است مطمئن بشوند که آیا محتاج علاج است یا نه و چیزهای دیگر. یعنی فرزندانش کسانی میشوند که به آن وقف اهمیت میدهند. یا اینکه کسی را بگذارد که به او اعتماد میکند. بگوید امام مسجد یا قاضی یا فلان عالم یا فلان برادر یا عمویم یا داییم یا همسرم یا امثال آنها. مردی یا زنی را انتخاب کند، اما میتواند 3-4 نفر بگذارد تا مسئولین این وقف بشوند و نفقه این وقف را رسیدگی کنند و امور آن را اداره کنند و امثال آنها. جایز است که آن چیز را تا وقتی که زنده است وقف کند و این که در حالی که سالم و ثابتی صدقه بدهی. مثلا میگوید من وصیت میکنم که این خانه وقف در راه خداوند متعال است. تا وقتی که زنده هستم استفاده از آن میکنم و بعد از مرگم وقف است. به طوری که این خانه را اجاره میدهد و این اجاره سالیانه 10,000 تومان است. او از این پول استفاده می کند، با آن می خرد، می فروشد، می خورد و می نوشد و هدیه می دهد. با آن هر چیزی که دوست دارد انجام می دهد. اما اگر مرد بلافاصله منتقل می شود، یعنی به وارثها داده نمی شود، بلکه بلافاصله در راه خداوند متعال وقف می شود. این هم جایز است که آدم این کار را بکند. و یا اینکه اگر کسی چیزی را وقف کرد و پشیمان شد، فرض کنیم مثلا مجموعه‌ای از اموال را داره هستی و یک ساختمان را وقف کرده ای و گفتی این وقف است و در راه خداوند متعال برای یتیمها و فقرا و بیچارگان و غیره صرف می شود. سپس بعد از آن در تجارتت ورشکست شدی و هیچ چیز دیگری از املاکت بجز این ساختمان نمونده و تو گفته ای که آن را در راه خدا وقف کرده ای. آیا جایز است که تا وقتی که زنده هستی حرفت را پس بگیری یا جایز نیست؟ بین علما در این موضوع مخالفت‌هایی وجود دارد. و ابو حنیفه آن را مباح کرده است و میگوید تا وقتی که صدقه است و او شخصی متبرع است و محتاج شده است، یعنی وضعش عوض شده و نمیدانست که میخواهد عوض شود، جایز است که بگوید نه همه آن، بلکه نصفش وقف باشد یا امثال آن. یعنی قبل از مرگش وقف را عوض کند جایز است. گاهی بعضی از مردم مردد میشوند که وقف کنند. میگوید میترسم که اگر این ساختمان را به راه خدا وقف کنم گیر بیفتم و شرایطم عوض بشود. میترسم که اگر به راه خدا وقفش کنم محتاج بشوم و گیر بیفتم. میگوییم خب تو آن را وقف کن، اگر احتیاجش داشتی جایز است که در آن تصرف کنی، طبق حرف ابو حنیفه و تعداد دیگری از علما. از دیگر احکام وقف این هم هست که یا در راه خداوند و صدقات باشد یا اینکه برای ذریه باشد. مثلا بگوید که من یک پسر مریضی دارم یا اینکه مثلا پسر معلولی دارم و میگوید من وصیت میکنم که این خانه برای پسرهای مریضم باشد که در آن زندگی کنند. برای اینکه این پسر که معلول است اگر از تو ارث ببرد، اگر 10,000 تومان ارث بگیرد و در مدت 2 ماه یا 3 ماه آن را در معالجه خرج کند، برای او پولی نمیماند که با آن خانه‌ای بخرد یا جایی ساکن بشود. اگر خانه‌ای که تو در حال حاضر در آن زندگی میکنی یا اینکه خانه‌ای بخری و بگویی که در این خانه فرزندان مریض و معلولم و محتاجم زندگی میکنند، یا اینکه همین پسر یا اگر فرزند دیگری به بیماری یا مشکلی برسد میتواند با او در آن خانه زندگی کند. و اگر دکانی داری و این دکان را مثلا به مقدار 20,000 تومان در سال اجاره میدهی یا مثلا 1,000 تومان یا 2,000 تومان در ماه، میگویی مثلا درآمد این دکان وقف است برای فرزندان مریض و محتاجم. فرزندان منظور هم به دختر هم به پسر است. همانطور که خداوند متعال می‌فرماید خداوند درباره ارث بردن فرزندانتان
چه دختر و چه پسر به شما توصیه می کند و باید برای نسل‌های بعدی بنویسید و مشخص کنید. یعنی فکر کن که 5 فرزند داری، مثلا 2 دختر و 3 پسر. گفته ای که این ساختمان و درآمدش مثلا سالیانه 100,000 تومان است. این 100,000 تومان برای همه فرزندانم است. کل فرزندان، چه پسر چه دختر. خیلی خوب. یکی از فرزندانت بعد از 1 ماه از فوت خودت فوت می کند. خب آیا فرزندان او یعنی یتیمها و یا عموهایش سهمی دارند از این ساختمان؟ یا اینکه این 100,000 تومان پخش می شود بین 4 فرزند به جای 5 فرزند؟ برای اینکه پنجمی مرده است اما سایر فرزندانش هستند. خب بین 4 فرزند مانده پخش می شود. اگر گفته باشی به فرزندانم فقط آنها می توانند بگیرند. اگر 2 فرزند مردند به 3 فرزند دیگر می رسد. اگر 4 فرزند مردند و فقط 1 دختر ماند، آن دختر همه آن را می گیرد. بگی مثلا برای فرزندانم و نسلشان، برای فرزندانم و نسلشان. و می توانی بگویی که نسل پسرها و دخترها تا عام بشود، برای اینکه ممکن است بعضی از دخترها طلاق بگیرند یا اینکه همسرشان بمیرند یا اینکه همسرشان محتاج باشند یا امثال آن. خب تو اینجا چه کار باید بکنی؟ اگر این وقت به او نرسد او باید چه کار کند؟ برای همین میگویی برای پسرانم و دخترهایم و نسلشان. یعنی شماها باید تشخیص خیلی دقیقی بدهید در وقت. باید تشخیص خیلی دقیقی بدهید. یعنی کافی نیست که 1 ورقه باشد. بگذار 5 تا 6 ورقه بشود. اگر فلانی مرد، فلانی به جای آن میاد. اگر فلانی مریض شد، فلانی اینطور میشود و اگر فلانی خوب تصرف نکرد همینطور. بگذار همه فرضیه ها وجود داشته باشد. و این وقف را در مقابل شهود و در دفتر ثبت بنویس تا اینکه وقف به طور صحیح اجرا بشود. اینها به طور کلی از حکمای وقف هستند و باز هم از اوقاف قشنگی که مسلمین اولیه می کردند، وقف زیورها برای قرض. خانمی می میرد و می گوید مثلا قبل از مرگش این زیور برای دخترانی است که به آن در شب عروسیشان احتیاج دارند تا قلب دختر بیچاره یا فقیر نشکند وقتی که می بیند بقیه دخترهای پولدار شب عروسیشان بهترین لباسها را می پوشند و بهترین زیورالات و امثال آن را استفاده می کنند، اما وقتی که شب عروسی خودش است پولی ندارد که چیزی بخرد. برای همین این خانم قبل از مرگش این را وقف کرد. یا ممکن است که تعدادی از لباسهای عروسی را خریده و گفته که این وقف است برای فقرایی که می خواهند در شب عروسیشان زیبا باشند. همچنین در تاریخ تونس خواندم وقفی از قشنگترین وقفها و آن این بود که مردی مال مخصوصی را، یعنی وقفی را، یعنی مثلا دکانی گفت درآمد این دکان خرج بشود در این چیز، یا مزرعه گفت درآمد این مزرعه خرج بشود در آن چیز. یعنی ما از عملی که وقف خرجش را میدهد صحبت میکنیم، نه از مصدر وقف. مصدرش ممکن است دکان باشد، مزرعه باشد یا اتومبیلی برای اجاره باشد، کسی که وقفش کند یا امثال آن. این مال مخصوص پسران فقرایی بود که به ختنه احتیاج دارند و پدرش پول ندارد که برای ختنه پسرش بدهد. می آمد پیش آن مرد و ختنه می کرد و پول از وقف به ختنه کننده پرداخت می شد و به پسر کوچک گهواره و بستر و لباس می دهند و به مادرش و پدرش هم لباس. یعنی با ختنه شدن این پسر یک هدیه کامل و مجهز به پدر و مادر آن می دهند. نگاه کن برادر من، یعنی سبحان الله همونطور که علیه الصلاة و السلام فرمود محبوب ترین اعمال نزد خداوند 3 چیز هستند و یکی از آنها خوشحال کردن برادر مسلمانت است. وقتی که آن شخص پولی ندارد برای ختنه پسرش می آید و پسرش را ختنه می کند در آنجا و سپس با لباس و بستر و گهواره برای پسر و لباس برای خودش و همسرش بیرون می آید، بلا شک این امری است که او را خوشحال می کند. برای همین کسی که این وقف را گذاشت اجر عظیمی خواهد داشت. اگر منفعت آن وقف ایستاد، یعنی فرض کنیم که من آمدم و این دکان را وقف کردم، گفتم که این دکان وقف در راه خداوند است و برای کفالت طالب عالم و کفالت یتیم‌ها یا امثال آن خرج می شود. مثلا آن دکان در سال 10,000 تومان درآمد داشت و به مرور زمان مستاجرین کم شدند و این راهی که در آن دکان است در گذشته راه شلوغی بود و خیابانی پر از مردم. اما الان دیگر اکثر مردم به جای دیگری کوچ کردند و برای همین منفعت آن وقف ایستاد. به جای آنکه 10,000 سالیانه درآمدش باشد، دیگر الان نصف آن پول هم نمیتوانیم از آن بگیریم.
در این حال جایز است که این وقف فروخته شود. فرض کنیم این وقف را بفروشیم به قیمت 50,000 تومان یا 80,000 تومان یا 100,000 تومان. دکان را فروختیم به خاطر اینکه به دلیل شرایط موجود وقف ایستاد. سپس این 100,000 تومان را گرفتیم و در جای دیگری قرار دادیمش. خب اگر کسی بگوید درست است، اما اگر بخواهیم جای دیگری را بگیریم پول آن دکان کافی نمی شود. میگوییم که جایز است که این وقف با یک وقف دیگری شریک شوند یا برای هر کدام بنابر پولی که پرداختند درصدی برسد، یا اینکه شخصی بگوید این دکان 100,000 تومان است. آیا می‌خواهید که آن را برای وقفتان بفروشم و میگویند که وقفمان بیشتر از 50,000 تومان قیمتش نیست؟ میگوید باشه، من شریک میشوم برای وقفتان. نصف دکان برای من و نصف دیگر را به شما میفروشم و این دکان جدید اگر اجارهش در سال مثلا 20,000 تومان است، 10,000 تومان برای من و برای وقفتان 10,000 تومان و این در حالی است که وقف بایستد. اگر وقف در جای معینی بایستد، جایز است که نقل شود به جای دیگر. جایز نیست که برای چیزهای حرام وقف کند. اگر وقف این شخص قربانی کردن برای یک قبر باشد، نعوذ بالله، این وقف اجرا نمی شود. یا بگوید این وقف برای ساختن ذریح بر روی قبر هاست، این هم اجرا نمی شود. یا اینکه وصیت کند با این وقف بعضی از بدعتکاری انجام شود، مثلا چیزهایی که در شریعت نیامده و نبی اکرم هم از آن چیزی نگفته است و در قرآن نازل نشده. بدعی است از بدعه ها، کسی که عملی بکند که ما به آن امر نکرده ایم. ابداً جایز نیست که اینها اجرا بشوند. چیزهایی که اجرا میشوند فقط چیزهایی هستند که نفعی برای مسلمانان دارند، چه این نفع علمی باشد، مثلا درس یا امثال آن، یا نفعی اجتماعی، مثل آن که ذکر کردیم ختنه پسرها، مثل ازدواج جوانان که ذکر کردیم، یا پرداخت دینها برای عروس و داماد، یا خریدن غذا برایشان و غیره و غیره. یا اینکه در نفعش ابتکار کند، مثلا بگوید که این وقف برای مخترعها هستش. هر شخصی که ایده اختراع جدیدی دارد که متعلق به ساختن دستگاهی یا اینکه احتیاج دارد که آزمایشگاهی بسازد یا هر چیزی، بیاییم و با این وقف او را حمایت کنیم تا اینکه این جوان کسی را پیدا کند که حمایتش کند، کسی که استعداد دارند. خیلی از جوانانمان کسی را پیدا نمی‌کنند که آنها را حمایت کنند. میگویند برادر من یک ایده‌ای دارم برای بهبودی کار کردن کامپیوتر یا برنامه‌های کامپیوتری یا پیشرفت کارایی بخاریا مثلا، یا اینکه پیشرفت چیزی در اتومبیل به طوری که مصرف بنزین پایین بیاد. ایده‌هایی دارد اما کسی نیست که به آن رسیدگی بکند. اگر شخصی وقف کند و با آن مؤسسه علمی بسازد که به این جوانها رسیدگی کنند، او بلا شک اجر عظیمی خواهد داشت. در آخر همه ما میمیریم و به خدا آدم پشیمان می شود اگر بمیرد و اموالش را برای ذریه‌اش که آن را به هر شکلی که دوست می دارند خرج کنند ترک کند. و کسی که نگاهی کند به خدا، کسی که به بعضی از داستانهای دردناکی که برای افراد تاجری که مردند و فرزندانش با اموالش بازی کردن نگاهی کند. این تاجر حتی قرآنی به ارث نگذاشت و برای خداوند متعال وقف نکرد که با آن بعد از مرگش اجرش نوشته شود. مردی که با این که تاجر است ولی بخیل است و از روی بخلش با اتوبوس سفر می کند تا بلیت هواپیما نخرد. پس از مرگش حتی از شدت بخلش نخواست که مسجدی بسازد در زندگیش، یا اینکه قرآنی به ارث بگذارد، یا اینکه کفیل یتیمی بشود. اما وقتی که مرد و ثروتش را گذاشت، فرزندانش شروع به سفر کردند و خودشان و همسرشان و فرزندانشان در رفاه زندگی می کنند با چیزی که صاحب ثروت با آن زندگی نکرد، حتی با 1/10 آن. برای همین عاقل می گوید انسان عاقل، اگر خداوند متعال رزق و روزیم را فراخ نمود بلافاصله وقف میکنم. نمیگویم وقتی که آدم مالش کم باشد. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید اگر وراثت را غنی کنی بهتر از آن است که بگذاری سربار دیگران بشوند و گدایی بکنند. یعنی فرض کنیم شخصی پول زیادی ندارد، ثروت زیادی ندارد و بگوید 1/3 را صدقه دادم و مالم در زندگیم را وقف کردم. نباید اینطور بکند. باید فرزندانش را و احتیاجاتشان را مراعات کند.
اما من در مورد کسی حرف میزنم که خداوند رزقش را فراخ نمود. رزقش را فراخ نمود و خداوند پول زیادی را در این زندگی به او داد. او باید به وقف اهمیت بدهد و آن را قبل از آنکه به سوی خدایش برود در دفتر حسناتش ثبت کند. لشيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغن عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغن عن هرمز يوما خزائن